دیری است، در اروپا زندگی میکنه. ما براتون 100% اثبات میکنم که یک شخص بیدین، بی خدا، بی کتاب، بی پیغمبر است. امروز به خاطر قومیت لنگی زده، پیرانتنبان پوشیده، بیرق طالب بالا کرده و موافق به این است که خوارا و مادرای ما و شما نباید درس بخونه و نباید سواددار باشه. او را کسی متعصب نمیگه، او هیچ متعصب نیست. ولی منی که میایم شعر دو کلمه میکنم به زبان فارسی، وقایع گذشته تاریخی را در شعر میآورم، من متعصب هستم. چرا؟ به چی دلیل؟ ای تاجیک خوابرده، تا کی میخوابی؟ تا کی محله گرایی میکنی؟ پنشیری گفته دو میزنی، تخاری گفته دو میزنی، بدخشی گفته دو میزنی، مزاری گفته دو میزنی. تا به کی مردم ها را سال که چی کار میکنن، چی مفکوره ای دارن؟ امروزه آتئیستشان، کمونیستشان، نمیدانم طالب، داعش، جمهوری خواه، کلشان یکی شدن، پشتونوالی میخواین. ولی شما در سر کله یکی دیگه میزنین. کسی که یک فکر و عقیده دور از تاجیکا داشته باشه او را 100% میکشین. همین بین خودتون جمعیتتون دو بخش شدین، نمیدونم دیگه ایتون 4 بخش شدین، یکی دیگه را دو زده خواستین، سر یکی دیگه ایتون رشخنده کده خواستین. ولی دشمناتون اصلا کنین چی مفکوره ای داره. ازی تفریق انداختن در بین شما نگاه کنین که خودشون به کجا رسونده. تا به کی؟ چرا از خواب بیدار نمیشوی؟